امروز میخوایم بریم سراغ کاپلا و اونا رو به چالش بکشیم. یه مسابقه جذاب و خفن و خنده‌دار و البته دردسرساز. برای اینکه ببینیم کاپلامون چقدر همدیگر رو میشناسن، جایزه داریم، مجازات داریم و یه رقابت گروهی هم بین کاپل هامون داریم. اول از همه بریم سراغ ساغر و حسین، زوج دوست داشتنی این قسمتمون. سلام علیکم. مگه نمیگن خانوما اول؟ دیگه همینی که هست. من همینجوری میرم جلو. اصلا مهم نیست. بالاخره همینه. اصلا این یه تفاوت کاپلا. دوگ نباید باشه. ساغرم 29 سالمه، شبکه کار میکنم. شما؟ من حسینم 29 سالمه، شبکه کار میکنم. خب اول از همه یه توضیح کوچولو راجع به خودتون بدید که اصلا چی شد که این شد؟ چی شد که به هم رسیدید؟ قضیه کراش توری بوده نبوده؟ چی جوری آشنا شدید؟ کی اول پا جلو گذاشته و دیگه این داستانه که میدونید دیگه. ما یه روز راه داشتیم میرفتیم با بچه دانشگاه دربند، هم دانشگاهی بودیم و اینکه من خانومو دیدم، اصلا خانوم منو ندید. من نمیدونم اصلا سرش این ور بود اون ور، اصلا منو نگاه نمیکرد. خلاصه گذشت، ما وارد یه دوستی معمولی شدیم، یه ذره سعی کردم مخشه بزنم، بهش پیشنهاد دادم، گفت نه اصلا با تو دوست نمیشم که، اصلا تو برای من مهم نیستی. خلاصه 7 ماه 8 ماه 9 ماه ما در فراق میسوختیم تا 7 ماه. حالا پس 7 ماه طول کشیده. در حال نمیتونم گردن میگیری؟ بله 7 ماه. حالا. من آمادگیشو نداشتم موقعی که حسین به من پیشنهاد دوستی داد و خب حالا یه نریزی گفتیم و ایشون هم رفت. پشت پرده داشته تلاش میکرد. ولی این قسمت میشه قسمت آموزشی و برای خانمایی که به دوربین خودتون بله، برای خانمایی که اعتقاد دارن که نمیشه پا جلو گذاشت. بعد 7 ماه بنده رفتم پیشنهاد دادم بالاخره بهشون. پسر که خوب باشه، لعبتی باشه، بالاخره همچین اتفاقی براش میفته. شما که لعبتی هزار ماشاءالله. خب من اول یه توضیح بدم که همه در جریان باشید چی به چیه. مسابقه ما 5 تا راند داره. راند اول و دوم همشناسی زوجین عزیزمونه که خانم و آقا چقدر همدیگه رو میشناسن. راند سوممون در مورد تلپاتیه، ببینیم مغزاشون چقدر به همدیگه نزدیکه. راند چهارممون یه چالشه، چند تا چالش مطرح میکنیم، امتیازشو میگیرن. و راند پنجمم اینه که کی تو رابطه بیشتر، 3 نقطه، حالا هر چیزی هست. امتیازایی که بچه‌ها میگیرن، میانگین امتیازشون با تمام کاپل هایی که ما توی این برنامه میاریم مقایسه میشه، یه جدول درست میشه و اون کاپلی که اول میشه آخر فصل اول جایزه بزرگ کاپل کویز رو دریافت میکنه. فکر میکنید برنده میشید بچه‌ها؟ بعد معلومه که برنده میشیم. پس بریم شروع کنیم. بله. بفرمایید. اولین دیتی که با هم دیگه رفتید بیرون، خاطرتونه دیگه، همین چیزایی که داشتید تعریف میکردید. حسین جان، ساغر چی پوشیده بود؟ شما بنویس چی پوشیده بودی، شما بنویس که چی تنش بوده. کلا 10 ثانیه هم برای هر سوال وقت دارید که خیلی طولانی نشه. وقت هم شد. بچرخونی دیگه تا اونجا. قسمت دومو ننوشتم. حالا صحبت میکنیم راجبش. اوکیه. نمیری یه وقت. آقا با نه شما اصلا ولش زحمت منه. شما ایشونو ببین. عالیه. چی تنت بود؟ لباس شلوار جینو؟ اصلا یادت مگه؟ شلوار جین و یه لباس توسی یا مشکی، یه تیشرت توسی یا مشکی. جدی میفرمایید؟ اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ خب پس 2 امتیاز شما از دست دادی. هیچ کس الان امتیازی نمیگیره فعلا. خب بریم سوال دوم. اگه ساغر قرار باشه تا آخر زندگیش یه رنگ فقط لباس بپوشه یا کلا یه رنگ استفاده کنه، چه رنگیه؟ خیلی مقتدرانه می‌نویسه. صورتی درسته. باری کلا به افتخار. تبریک میگم به قشر آقایون. امتیاز حسین جان گرفتن.
بریم سوال امتیازا سوم. رو پارو میکنه. خب من کی باید امتیاز بگیرم؟ راند دوم برعکس میشه قضیه. سوال سوم اینه که در مورد ساغر. فکر کن که مادر حسین زنگ زده، دعوتتون کرده، مادر ساغر هم زنگ زده، در لحظه دعوتتون کرده تو همون تاریخ. ساغر کدوم گزینه رو انتخاب میکنه؟ خونه مادر خودش یا خونه مادر شما؟ و اینجا جا داره به چرا ساغر مادر شوهر؟ خب نه، اولا اینکه من با مادر شوهر و عروس نیستیم، مادرم. دوم اینکه من بیشتر روم میشه به مادر خودم بگم که نمیام تا اینکه به مامان حسین بگم. بعد زورم بهش نمیرسه. بعد من بگم بریم خونه مامانه. نمیاد که. ما در مناسبت ها با هم جنگ داشتیم سر اینکه ایشون میگفت بریم خونه مامان تو، من گفتم بریم خونه مامان شما. هشتگ فداکاری در رابطه. خب بریم سوال چهارم. بله. بریم. فیلم، سریال، انیمیشن ایرانی، خارجی فرقی نمیکنه. 3 تا از بهترین های ساغر رو بنویس. خودش یادش. بفرمایید. ببین من نمیدونم دومیشو درست نوشتم، ایرانیشو نوشتم. اینترستلار. به آقا آقا اینو من زبدر. باریکلا. خداییش خوبه. آره قطعاً 2 امتیاز. قطعاً 2 امتیاز. باریکلا. پری دریایی انیمیشنه. قدیمیه. زمان بچگیامون. باریکلا. دفتر یادداشت تاپتون شده؟ تاپ سریالای ایرانی. ما واقعا لذت می‌بردیم هر جمعه در منزل. فرض کنید که میرید کافه و ساغر منوی بار گرم، منوی بار سرد. چی سفارش میده؟ 10 ثانیه. بودو. تیک تاک تیک تاک. اوه چیز. مویتو اسمشونی که دنباله چی؟ بفرمایید. هات چاکلت، مویتو، هات چاکلت، بستنی شکلاتی. بستنی نه خب بستنی به خدا قند داری زهر. آره 1 امتیاز. مویتو دوست نداری؟ موهیتو دوست دارم ولی دوست داری اگه دیگه. برم معمولا با غذا سفارش میدم. اگر که به عنوان یه آیتم تنها بخوام سفارش بدم بالاخره غذا اما هر سری که بریم کافه غذا خب پس با مجموع امتیاز 7 امتیاز نظرت چیه؟ خوب قوی ظاهر شدم. خداییش بعید میدونم آره. کسی از من قوی تر ظاهر شد. نه خوب بود. من انتظار نداشتم. حالا 7 تا خوب گرفت. بقیه رو چجوری؟ حالا شما که به جای خود. بریم راند دوم مسابقه. همه چی در مورد حسین الان. شما هم باید راجع به خودت بنویسی. بله متوجه. بریم سوال اول. بله. شما فکر کن که میری خونه حسین عصبیه. سگا چه کاری آرومش میکنه؟ بذار خودم بنویسم بعد تو بنویسی. بفرمایید. این بچه دلش بغل. پس چرا من هر دفعه میام میگی که بذار تو حال خودم باشم؟ با تا حالا مگه اتفاق افتاده اصلا؟ نه پس نیفتاده. تو کی اومده خونه دیدی اعصاب من خورده؟ حالا تو خونه نه اصلا یعنی چی؟ سوال اول نه سرلوحه عصبانیت و ناراحتی بعد بغل بوس حالا ان شاء الله بعدش اصلا سرلوحه زندگیش بذار تو حال خودم باشه تتلوه. من نمیدونم چرا الان بغل گوش نمیده. من معذرت میخوام ازت دنیا. حسین بین استایل کلن تیشرت، هودی، جوراب، شلوار، همه چی از بین این اتفاقا کدومو از همه بیشتر دوست داره و میپسنده بخره؟ سری نوشت. میخوای بعد تولد بخره؟ میدونه اگه ندونه احتمال داره اتفاق بیفته. بفهم. باریکلا آفرین. البته شما که اینقدر خوشحالی در جریانی که امتیازها رو داری تقدیم میکنید. من سر چهارا نمیرقصم. قراره که یه بار ما با دوستامون که میریم بیرون توی یه جای شلوغ، یه خیابون شلوغ، حسین جان وسط چهارراه وایسه و یه نمونه ای از رقصش رو به همه نشون بده.
از زمانی که همدیگه رو میشناسید که سفر خیلی قطعا رفتید، ایشالله که بیشتر برید. بهترین سفر حسین، خاطره انگیزترین، اون که خیلی دوستش داره کدوم بوده؟ بفرمایید. نه من نداشتم نوستم. من باید بنویسم. داره راجع به تو مینویسه. تو خودت هم ندونستی کدومه؟ بنویس. بفرمایید. بریم. اوه. اینجاست که این بازیکن باخت میده. خب یه ذره تعریف کنید دیگه. آخه خیلی بد شد. میدونی؟ جوابی که من نوشتم یکی از مسافرت‌های شمالمون بود که ما تقریباً 9-10 نفره رفتیم. خیلی هم به هممون خوش گذشته بود. حقیقت امر من میخواستم اینو بنویسم. چی میگی؟ یعنی داشتم میگشتم دنبال یه کلید پس واژه. یه دونه نمره میگیره دیگه. نه واقعا داشتم میگشتم دنبال کلید واژه که اینو بنویسم. یهو اون یه صحبتی که شد یادم افتاد که اون بگیره امتیاز. میگیره یه امتیاز ما دستتون درد تقدیم میکنیم به ندیم بشه. امتیاز میخواد چیکار؟ برای چی بشه امتیاز میدی؟ سوال چهارممون یه مقدار سخته. خودتون رو تو اون موقعیت قرار بدید لطفاً. آماده اید؟ بریم. فرض کنید که ساغر جان همین الان شما باردار شدید، ایشالله که 10 تا بچه داشته باشید و شاد و خوش. میای به حسین میگی در همین لحظه‌ای که الان هستید به نظرت حسین میگه که بچه رو نگه داریم یا نه؟ بفرمایید. اوه واقعا چرا؟ بچه که خوبه. بچه خوبه خود بالاخره یه ذره باید لذت ببری از زندگی. یه سری اتفاقات بیفته. تایم خودش باید اتفاق بیفته. اتفاقا داشتن 2 روز پیش 2 هفته پیش ساغر فکر کرد اتفاقا بچه دار شدید. آره بعد نتیجه میکردیم، نتیجه گرفتیم، تک نفره نتیجه گرفتن. آره یعنی یه جوری گفتش که تو فکرش نباشی مثلا یهو از همون روزایی که میری خونه مثلا اعصابش خورده به فکر بچه نباشی. آره تو ولی دوست داری الان نه. کی خوبه؟ من کلا نسبت به حسین فکر کنم کلا بچه خیلی بیشتر دوست دارم، نه فقط بچه خودم، کلا هر بچه رو، ولی نه واسه الان هیچ کدوم. و سوال آخر برای حسین جان، امتیازهای خوبی گرفته ساغر رو. آره. بزرگترین ترس زندگی حسین چیه؟ خیلی فکر کنم ولی خیلی فکر کنم. من که میتونم داره کوری میخونه ساغر. دیگه من نوشتم همونه درسته. خیلی زیبا بود. خب یه استراحت کوتاهی داشته باشید بریم سراغ راند سوم. خب میریم سراغ راند سوم. توی این راند چالش براشون مطرح میکنم و هر چالش 4 امتیاز داره. این سری هر کدومتون در مورد هم باید جواب، یعنی اول در مورد ساغر میپرسم، جفت جوابا رو میدید، اگه درست بود امتیاز میگیرید، بعد در مورد حسین میپرسم، اگه درست بود امتیاز میگیرید. اوکی؟ فکر کن که ساغر یه کارگردان خیلی بزرگه، درآمدش اوکیه و خیلی آدم خفنیه. میان بهش پیشنهاد میدن برای 2 روز $100,000 بهت پول میدیم و بیا کارگردانی کار ما رو بکن. کار چیه؟ کارگردان فیلم های بزرگسالان. به نظر ساغر قبول میکنه یا نه؟ جواب میگه بعد واقعا جواب بدید. 100,000 چرا پوله؟ واقعا من نه. نمی‌کنم. حالا میری. خب حالا به نظر حسین چی قبول میکنه؟ بابا قبول میکنی؟ $100,000 با حیثیتی. ببین با خانواده، تأکید خانواده خیلی مهمه. ما دیگه زندگی فکر میکنیم. تصور کنید که هر کدومتون اول راجع به ساغر با اکسش در رابطه بوده و حالا نه اتفاق آنچنانی افتاده ولی با اکسش در رابطه بوده و تو میفهمی خیلی قضیه بد میشه. ساغر میاد و معذرت خواهی میکنه و دیگه تا آخر عمرش هیچ خیانتی اتفاق نمیفته، اما با اکسش یه خیانتی شده دیگه. معذرت خواهیشو قبول میکنی یا نه؟ حسین معذرت خواهی تو رو قبول میکنه یا نه؟ حسین؟ باری کله تفکر.
و الان ساغر 4 امتیاز گرفت. حالا دوباره حسین با اکسش خیانت کرده بهت، میاد معذرت خواهی میکنه. تو معذرت خواهیشو قبول میکنی یا نه؟ این جوابی سخت‌تره. Here I come. من عذرخواهی میکنم. من فداکاری کردم. حسین جان متاسفانه نگرفتیم امتیازو. خب بریم چالش سوم. خیلی بهش فکر کنید بچه‌ها، به عواقبش فکر کنید، به خود چالش فکر کنید، یعنی الکی واقعا جواب ندید. تقلب نکن. فکر کنید که حالا خدایی نکرده زبونم لال، پارتنرتون مرده اول از شما. حسین فکر کن قراره بمیره. تنها راه نجاتش اینه که به ازای هر 1 سالی که قراره زنده بمونه 1 نفر رو شما باید بکشی و هر اتفاقی ممکنه برات بیفته. آیا میکشی که حسین زنده بمونه یا نه در سوگواری حسین میمونی؟ به نظرت میکشه؟ قاتل زنجیره. خب واقعا میکشی؟ یعنی ممکنه زندانی شی؟ یه توضیح میدی؟ آره به خودم فکر نمی کنم. مثلا میدونم که ممکنه زندانی شم، ممکنه اعدام باشه. آره آدمی هست که اصلا مهم نیست برام. باریکلا. ولی خب شاید راجع به اینکه الان مردم فکر میکنن که بعد هر قتل اتفاقی بیفته دم خونه ما. حالا برعکسش ساغر خدای نکرده این اتفاق، به نظرت شما میکشی؟ آها اینا مجرم. آخه ما یه چند تا قتل داشتیم حقیقتا. بابا خیلی عذاب وجدانشو شما کنار میایید باهاش. تو فکر کن چجوری میخوای با حسین خوشحال باشی بعدش؟ خیلی سوال سختی. خب سخته دیگه. شاد که قطعا زندگی نمی کنم. خب چون که اصلا بیس سوالت با شادی نیست، چون اون موقع من میکشم، عذاب وجدانه رو دارم، ولی این شادی هم هیچ وقت نیست به خاطر اینکه حس از دست دادن حسینه. یعنی شما یه خانواده دیگه ای رو عزادار میکنی که خودت در عزای عزیزت نشی؟ نه. شما؟ نه. جفت جواباتون رو عوض میکنی؟ عوض میکنم. جفتمون جوابمون عوض میکنیم. آره. خدا نگهدار. تا الان از اول رابطتون تا همین الان آیا به مرز اینکه بخوای به کسی دیگه ای فکر کنی، از دست پارتنرت خیلی ناراحت باشی، یا یک لحظه فکر کنی که شاید کنار یکی دیگه خوشحال تر بودی، به این فکر کردی؟ جواب خودم بگم. جواب ساغر. ممکنه ساغر به کسی دیگه فکر کرده باشه. نه خیانت نه، یک لحظه آره. که تو شاید به دردش نخوری. چرا همچین فکری کردی؟ بابا این همه اذیتت کردن. واقعا یه لحظه فکر نکردی؟ باورم نمیشه. اذیتم نکن. نه. ولم کن. دروغ داری میگی. باورم نمیشه. چرا؟ خیلی اذیتت کردن. آخه ما بارها صحبت کردیم راجع به این موضوع، یعنی جفتمون میدونیم که چه کارایی کردیم چه کارایی نکردیم، ولی موقعیتش هم پیش اومده، ولی هیچ وقت فکر نکردم بهش حتی. بابا پرام ریخت. میریم راند چهارم. هر چالش 2 تا چالش بیشتر نداریم، هر چالش 6 امتیازه. اوکی حسین جان چالش شما اینه. 15 الی 20 ثانیه زمان داری که ساغر، جدی باش ساغر، خیلی جدی شو. 15 20 ثانیه زمان داری که ساغر رو بخندونی. اوه خدا رو شکر. واقعا این چالش قبول نیست. امتیاز من دیگه کلا دیفالتم خندم میشه. خندید. 6 امتیاز حسین به همین راحتی. آقا شیر مادر نان پدر. حلالتشه. این اصلا ناعادلانه نه کاملا عادلانه است. من تو عصبانیتم میخندم، قبول نیست. چه ربطی داره؟ تو عصبانیت دهنم سرویس میشه. تلاش نکردی. نه تو عصبانیت دهنم سرویس میشه که بخندونم. خب میریم سراغ چغره بد بدن روسی. شما 15 ثانیه زمان داری حسین رو بخندونی. بخندونم. حسین جون. حسین جون تو رو خدا. حسین. دیگه. حسین جون. حسین.
تموم شد باری کلاسه. یعنی ببین این امتیاز رقص تو واقعا اینقدر به رقص چهارراه داری فکر می‌کنی؟ نمیخوام. آره میریم برای چالش آخرتون. به این صورته که توضیحش 15 امتیاز زوجشون از این چالش میگیرن ولی 5 جون بیشتر ندارن. یعنی اگر به 5 تا سوال اشتباه پاسخ بدید، پاسخ یکسانی ندید، کلاً 15 امتیاز از دست میدید. اوکی؟ این لایک به نشونه اینه که خودتون و این به نشونه اینه که بغل دستیتون. حله؟ همدیگر هم نمیبینن. بریم. کی تو رابطه رئیس تره؟ کی تو رابطه احساسی تره؟ کی اولین بار به اون یکی گفت دوست دارم؟ کی دعواها و جر و بحثا رو میبره؟ کی تو مختره تو رابطه؟ کی تو زندگی دروغگوتره؟ کی بیشتر پول خرج میکنه؟ خیلی بچه حساسه. میتونم بگم یه جون بیشتر ندارید راهنمایی فقط. اوه چقدر اشتباه کردم. کی بدقولتره؟ کی کلاً عصبی تره؟ کی بیشتر وقت تلف میکنه؟ کی بیشتر میخوابه؟ کی بیشتر اهل تفریح و عشق و حاله؟ دو تا سوالم مونده بود. جدی میفرمایید؟ اشتباه جواب دادی؟ ببین 5 تا درست گفت 5 تا غلط، کلا 12 تا سوال. آره 5 تا اشتباه. باز خوبه تا جای خوب رفتیم جلو. 15 امتیاز از دست. جالبش دوست دارم هر دو تا اون یکی رو گفتید. اینو خیلی من دوست داشتم. خب مساوی شدن؟ آره. مساوی؟ این که خب نه این که بده. مساوی شدن. ای کاش بگیرین. من همیشه از این برنامه که مساوی شدن خودم بدم میاد. آره میشه یه پارت اضافه کنم واسه اونایی که مساویان دیگه. از اون جایی که ما اصلا دوست نداشتیم بچه‌ها مساوی بشن و یکیشون حتما باید مجازات میشد، یه قسمت جدید به برنامه‌مون اضافه کردیم تا بالاخره امتیازشون یه جوری بشه تا یکیشون مجازات بشه. خب میریم سراغ راند بعدیمون، اسفامیل کاپلی. حالا خودمون اسمشو گذاشتیم دیگه. هر کدوم از چیزایی که جواب میدن یه امتیاز داره، برای خودشون و برای نفر بعدی رو جواب میدن، با هم تطبیق میدیم ببینیم چی میشه. تقلبم نمیکنن. آماده این؟ بله. به ترتیب میخونیم پس با هم بگید اسما رو. اسم رفیق مورد علاقه ساغر؟ گندم. همونه. آره درسته. غذای مورد علاقه؟ ماکارونی. باریکلا. کشور مورد علاقه؟ هلند. امتیاز حسین قوی عمل نمی‌کنی. حیوان مورد علاقه ساغر؟ آپو. همه حیوان. یه دونه. یه دونه. قبوله؟ من خیلی حیوان دوستم و از هیچ حیوانی بدم نمیاد اصلا. اونم جز بشه دیگه. باشه. خواننده مورد علاقه ساغر؟ سیروان. سورنا. ساغر؟ اون که آره. عذرخواهی میکنم من یه ذره کانفیوز شدم. رستوران مورد علاقه؟ می خوش. حسین باید چهارراه رو بغل میریم سراغ جوابای حسین. رفیق مورد علاقه حسین؟ آرمین. بله. بگید با هم. غذای مورد علاقه حسین؟ بادمجان. باریکلا. کشور؟ الی. خودش نمیدونه کجا میخواد بره. نمیدونم. بابا تو همیشه به خاطر ماشیناش میگی الی. اون که توکیو بود. یه امتیاز ساغر از دست داد. حیوان مورد علاقه حسین؟ سگ. آپو. یه امتیاز. درسته. خواننده مورد علاقه؟ سورنا. رستوران مورد علاقه؟ من همون می خوش رو نوشتم. من خاصا خودم میخواد بریم می خوش. غذایی نیستم. بفرمایید. موافقید همه با هم بریم می خوش؟ آره. ولی حسین امتیاز از دست داد. بله. حسین جان شما چهارراه رو باید بغل کنیم و فیلم شما میگیریم میذاریم توی برنامه. این بد میشه. این بده. بیا به خاطر این حرکتی که زدی بیا بالا بسته.
خب بچه‌ها خوش گذشت؟ خیلی خوب بود. حال داد بهتون؟ خیلی حال داد. نظرتون چیه راجع به برنامه؟ خیلی برنامه جذابیه، خیلی سخت بود بازیگریش. واقعا بازیگری سخت بود. دیگه باید برقصه. بذار رها کنید. دیگه باید بره برقصه. بله بفهم. خواهش میکنم. دو تا از دوستاتون اگه بخواید معرفی کنید که بیان تو کاپل کویز شرکت کنن. آره حامد و نغمه. حامد و نغمه رو همینجا دعوت میکنیم به کاپل کویز. احسان و فاطمه رو میتونید دعوت کنید. احسان و فاطمه هم دعوت میکنیم. قید ازدواجتون رو بزنید. خب بچه‌ها خداحافظی کنید و دمتون گرم که اومدید. خیلی حال دادید. دستتون خیلی ممنونم. خیلی کیف داد. واقعا به منم خیلی کیف داد. متشکرم. خداحافظ.